درسای پزشکی واقعا خیلی سخته، یعنی نمیشه با یه روش درس خوندن ساده بتونیم یه نمره خوب بگیریم و همیشه بعد استرس اینو داشته باشیم که از پسش برمیایم یا نه. سلام، من سارینام، دانشجوی ترم 7 پزشکی و به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز 13 آبان، 2-3 روز مونده تا امتحان روماتولوژی که یکی از عجیب غریب ترین و سخت‌ترین امتحانایی که خودم تو این چند سال داشتم. گفتم که تو این پروسه امروز که خودم دارم درس میخونم این ویدیو رو براتون بگیرم و یه کمی راجع به درسای پزشکی با هم دیگه صحبت بکنیم. قبلا یه ویدیو گرفتم که اینجا اد کارتش میکنم، اگه دوست داشتید نگاه کنید، که راجع به مسیر پزشکی با هم دیگه صحبت کردیم. اینکه مسیر پزشکی اونقدری که واقعا میگن سخت هست یا نه، اینکه اصلا ارزشش رو داره که مثلا به خاطرش پشت کنکور بمونیم یا حسرتش رو بخوریم. و تو اون ویدیو کامل مسیر 7 ساله پزشکی عمومی و آیندهش رو با هم دیگه بررسی کردیم. تو این ویدیو میخوایم راجع به درساش صرفا صحبت بکنیم که واقعا یک مقوله جدایی نسبت به مسیرش. یه زمان اون تایمایی که من خودم قبلا برای تیزوشان درس میخوندم خیلی موج راه افتاده بود که مثلا اطرافیان بهم میگفتن که وای نکن این کارو، یا مثلا به مام بابام میگفتن که نذاری مثلا سارینا بره تیزوشان، بره اونجا دیوونه میشه، خودکشی میکنه و درسا خیلی سنگینه، خیلی فشار زیاده، خیلی فشار عجیب غریبه. و بعدا خب من خودم وارد شدم و دیدم هم چیزی نبود و واقعا اونقدر تفاوت خاصی بین یه مدرسه تیزوشان و یه مدرسه عادی نبود. در تا پزشکی هم واقعا نمیخوام ساده نشونش بدم به هیچ عنوان و بازم میگم مسیر پزشکی از درسای پزشکی کاملا جداست. پزشکی مسیر بسیار طولانی و سختی داره، حجم امتحانا و حجم درسا زیاد هست، اما خود مطالب درسا خیلی مطالب شیرین و پرتنوع و واقعا میگم اگر کسی علاقه داشته باشه پزشکی عین بهشت میمونه. و من نمیدونم واقعا درسی هست یا رشته‌ای هست که به اندازه پزشکی تنوع مطلب داشته باشه و بتونه انقدر شیرین باشه یا نه. اگه بخوام یه مقایسه انجام بدم، مثلا اگه الان شما رشته تجربی باشید الان توی دبیرستان، درسایی که دارید، ریاضی دارید، فیزیک دارید، شیمی دارید، زیست دارید، برای من حداقل همیشه اینجوری بود که حالا جدا از اون مسئله تست و عمل کرده این که آدم سر آزمون و کنکور و اینا چجوریه، ولی همیشه مطالب زیست خیلی روونتر، شیرینتر و ساده تر از مثلا فیزیک یا ریاضی بود. میگم باز کاری ندارم به اون تستای کنکور که چقدر میتونن یه مطلب ساده رو پیچیده کنن و سختش کنن، ولی منظورم ماهیت اون درس زیسته که حداقل برای من همیشه از بقیه درس شیرین‌تر بود. و اگر شما مثلا الان به زیست علاقه دارید، پزشکی هم به همون شکله، چون که از ترسی که من خودم قبل از اینکه وارد پزشکی بشم داشتم، میگفتم نکنه واردش بشم و ببینم که درساشو دوست ندارم، در حالی که واقعا اینطوری نیست. اگر شما به مطالب مثلا زیست علاقه دارید، پزشکی براتون هزاران برابر شیرین‌تر خواهد بود. نکته مثبت دومی که هست اینه که شما توی این مسیر پزشکی که حالا 2 سال اول شما توی مقطع علوم پایه هستید و درسای پایه‌ای تر رو میخونید که حالا جلوتر توضیح میدم چه درسایی، و بعد از اون 2 سال وارد مقطع فیزیوپات میشید، حدوداً 1 سال بعدش وارد استاژری و در نهایت وارد اینترنی میشید. هر چقدر تو این مقاطع میرید جلوتر درساتون شیرین‌تر میشه. چرا؟ چون درسات بیشتر شکل بالینی به خودشون میگیره و این مسئله که از اون چیزایی بود که هم واسه من خیلی قابل لمسه، همین که از بقیه که مسیر رو طی کردم میپرسن، همش اینجوری بودن که پزشکی هرچی میری جلوتر از نظر مطالب درسیش واقعا شیرین‌تر میشه. درسته سختیش هم بیشتر میشه، امتحانا بیشتر میشه، جدیتش بیشتر میشه، اما در کنارش خود مطالب درسی خیلی خیلی شیرین تر میشه. الان یه سری از کتابای علوم پایه ما آوردم که بهتون نشون بدم که یه دیدی داشته باشید نسبت به اینکه 2 سال اول پزشکی چه مدل درسایی رو میخونید و چه جوری ان درسا. یکی از در واقع
چجوری بگم، شاه درسایی که دارید، درس اصلی که دارید درس آناتومی هستش که خیلی درس سختیه. یعنی سخت‌ترین درسی که شما تو دوران علوم پایه دارید تقریبا میشه گفت آناتومیه و در عین حال خیلی خیلی شیرینه و فکر می‌کنم که مثلا بین درسایی که داشتیم دوران علوم پایه آناتومی رو بیشتر از همه دوستش داشتم. خب من الان اطلس نت رو آوردم بهتون نشون بدم. این کتاب اصلی آناتومی نیست ولی یکی از کتابایی که کلا خیلی توی دوران علوم پایه به کارتون میاد اطلس نتر هستش که یه کتاب خیلی کد و کلفتیه که داخلش هر بخشی از بدن رو همه قسمتش رو بررسی کرده، از ماهیچه هاش بگیر، از استخوناش، از عصبش، از رگ و شریان و اینا. هر چقدر که میرید جلوتر کاملا اوکیه که دیگه این مطالب رو یادتون نمونه، ولی خب میگم علوم پایه یک بخشی از در واقع پزشکیه که شما میایین به صورت پایه‌ای یک سری مطالب رو یاد میگیرید، با اصطلاحات آشنا میشید، با در واقع سازوکار درست و اصلی بدن آشنا میشید و یک سری مطالب رو میخونید که جلوتر خیلی طبیعیه که یادتون نمونه، ولی مهم اینه که اون بیس و پایه اصلی که شما لازمه داشته باشید جلوتر که بخواید راجع به مطالب بالینی بخونید، راجع به بیماری‌ها بخونید و همین که یه پایه و اساسی از این مطالب تو ذهنتون بمونه کافیه. و خب بالاخره شما باید این درس‌ها رو بگذرونید و یک شروعیه دیگه. یعنی الان من اینا رو که نشون میدم ما همه اینا رو خوندیم و خب مثلا الان که تو دوره فیزیوپات هستم و اومدم جلوتر، درسته که میگم این شاخه های از رگ مغز و اسمشو یادم هم نمونده حتی، ولی مثلا وقتی که یک بیماری میاد راجع به یکی از رگ‌های مغز صحبت میکنه دیگه میدونم که این مثلا این رگ توی مغزه، توی چشم نیست، یا وقتی که یک منطقه از مغز رو میگه یک تصویری ازش تو ذهن خودم دارم. از درسای دیگه که توی علوم پایه میخونید، بافت شناسی، بیوشیمی، جنین شناسی، فیزیولوژی، اینا درسایی هستن که شما تو دوران علوم پایه میخونید و یک حالت گفتم بیس و پایه دارن. این مثلا کتاب جنین شناسیه، اینا البته رفرنس هم. ما اغلب از روی رفرنس نمیخونیم کلا. حالا بعدا یک ویدیو درست میکنم راجع به اینکه اصلا توی دانشگاه چجوری درس بخونیم، چه روش درس خوندنی داشته باشیم، چون یک ویدیو خیلی طولانی احتمالاً میشه دیگه، نخواستم توی این ویدیو راجع بهش صحبت بکنم. من این رفرنس های 3-4 تا رفرنس اون اول که ذوق داشته بودم گرفته بودم و بعضی وقتا پیش اومده بود که این نگاهی بهش بندازم، بالاخره یه مقدار ازش استفاده کردم. ولی الان که نگاه میکنم مثلا جنین شناسی که از اون درساست که خیلی سخته و خیلی نیاز به این داره که شما تصویرسازی خوبی داشته باشید. کلا یه شکلی رو صفحه که یه 10-20 تا قسمت داره و مثلا این جنینه و خیلی عجیب غریبه. کلا جنین شناسی درس واقعا سختیه. یا مثلا بیوشیمی که راجع به شیمیه، راجع به چرخه های مختلف خیلی سخت و عجیب غریبی. یا مثلا بافت شناسی که پر از اسم و اصطلاحات سلول و ملول و اینجور چیزا. و الان که دارم با درسایی که الان تو فیزیوپات دارم مقایسه میکنم، فیزیوپات واقعا شیرین تره و میگم این فکت که هرچی میری جلوتر شیرین‌تر میشه کاملا درسته. راستی توی دوران علوم پایه یه سری درسای عمومی هم دارید، معارف و تاریخ اسلام و اینجور چیزا، ولی دیگه وقتی وارد فیزیوپات میشید هیچ کدوم، یعنی هیچ درس عمومی ندارید تقریبا. این مثلا از درسای جنین شناسی من بود، حالا اگه دیده شه میبینید این مثلا دیگه چیزی بود میومد راجع به جنین صحبت میکرد. واقعا خیلی خوشحالم که دیگه با این درس سر کار ندارم، ولی به عنوان یک میدونید به عنوان یک کسی که 2-3 سال داشت با درسای کنکور سر کله میزد، با ریاضی، فیزیک، یه سال پشت کنکور مونده بود و پر از مطالب تکراری و خسته کننده، خب قطعا همون تایم چون تایم بالاخره 2 سال اول پزشکم خوندن این درس‌ها خیلی برام شیرین بود و با جون و دل میخوندم. ولی خب میگم الان نسبت به مقایسه کنم درس‌های الانمو 100% بیشتر ترجیح میدم.
خب بچه ها خوش اومدید به ادامه ویدیو. دیگه الان ساعت 6:30 تا درس بخونم و یه سر رفتم بیرون پیاده روی کردم، چون چند روز بود که توی خونه مونده بودم داشتم درس میخونم. معمولا یه هفته‌های قبل امتحان یه ذره خب همه چی فشرده تره. و یه مطلب دیگه هم که بیادم افتاد که این وسطش اشاره بکنم راجع به ساعت مطالعه است. خیلی ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که ساعت مطالعه مثل دوران کنکوره، یعنی مثلا وقتی میگم پزشکی سنگین و اینا، از نظر ساعت مطالعه چقدر وقت قراره بگیره، چقدر در طول روز قراره درس بخونیم. حقیقت اینه که تا 2-3 سال اول که حالا شما تو دوران علوم پایه هستی، مثل بقیه دانشجوی بقیه رشته‌ها میان ترم دارید، پایان ترم دارید و همون دم میان ترم و دم پایان ترم حالا حدوداً یه 3 هفته قبلش و اینا، یا بر اساس حالا اون مدل درس خوندنتون یه زمانی بذارید، یه نتیجه خیلی خوب میگیرید، یه نمره خیلی خوب میگیرید و بقیه روزا میتونید اصلا درس نخونید و بیشتر دم امتحان تایمی باشه که فشرده‌تر درس میخونید. ولی دوران فیزیوپات که حالا حدوداً 1 ساله، شما هر مثلا ماهی 2 تا امتحان سنگین دارید، هر 2 هفته یه بار یه امتحان سنگین دارید و خب مجبورید توی بازه‌های کوتاه درس زیادی رو بخونید. و با وجود این بازم من قشنگ تایم گرفتم، یه دونه ویدیوی کوتاه هم راجبش درست کرده بودم که از صبح پاشدم تایم گرفتم قبل یه امتحانی که اصلا بعد خیلی سنگین درس میخوندم و حقیقت اینه که بیشتر از 5 ساعت نمیشه. یعنی شما قرار نیستش که یه ساعت مطالعه عجیب غریب داشته باشید، قرار نیست 10-12 ساعت تو روز درس بخونید. بین درس خوندنتون میتونید برید بیرون، میتونید برید کافه، میتونید با دوستاتون وقت بگذرونید، با خانواده وقت بگذرونید. ولی خب این امتحان همیشه هست دیگه، در هر شرایطی هست. خب قرار بود از درسای فیزیوپات براتون بگم، درسایی که گفتم برای خودم من با وجود اینکه خب طبیعتا سخت‌تر شده اما خیلی شیرین تره. توی فیزیوپات شما میان کورس میگذرونید، مثلا کورس قلب، کورس کلیه، کورس ریگه و تو اون 2-3 هفته 1 ماهی که شما تو اون کورس هستید و میرید سر کلاس و تو دانشگاه بهتون درس میدن، شما تقریبا اکثر بیماری هایی که مثلا مربوط به اون ارگان میشن رو یاد میگیرید. مثلا بیماری مربوط به ریه رو یاد میگیرید، راجع به توموراش میخونید، راجع به آسم میخونید، راجع به هر بیماری که ممکن ریه رو درگیر کنید شروع میکنه. مثلا هر روز میرید 2-3 تا استاد میان و 2-3 تا بیماری مختلفه به شما درس میدن و مثلا شما تو پایان اون 2-3 هفته 20 تا بیماری مربوط به اون ارگان یاد گرفتین که 1 هفته بعدش باید برید اون 20 تا بیماری ازش امتحان بدید. و چون همه چی حالت بالینی تر پیدا میکنه، از اون حالت بیسیک و یه جورای غیر کاربردی خارج میشه و شما کم کم دارو یاد میگیرید، کم کم بیماری هایی رو یاد میگیرید که دور اطرافتون هست، داروهایی که تو خونه هاتون هست و همه چی انگار قابل لمس‌تر میشه و بیشتر شبیه پزشکی میشه. به خاطر همین فیزیوپات از نظر مباحث درسی خیلی شیرین تره، ولی خب در کنارش خیلی هم سنگین تره و وقت و انرژی خیلی خیلی زیادی ازتون میگیره. خب الان یکی از دفترهایی که توش خلاصه نویسی‌های فیزیوپاتم انجام دادم براتون آوردم که بهتون نشون بدم. مثلا همین ترم اولین کورسی که داشتیم کورس غدد بود. اومدیم اول یه مقدماتی از غدد رو خوندیم مثلا تو جلسات اول. بعد که رفتیم جلوتر مثلا اولین بیماری که خوندیم دیابت رو خوندیم. بعد که رفتیم جلوتر راجع به درمانش خوندیم، انسولینایی که استفاده میشه، داروها، قرصایی که استفاده میشه و روش‌های تشخیصی و در واقع مثلا این برگه آزمایشی که ممکنه جلو شما بذارن و اینکه از کجا باید بفهمید که چی بالا چی پایینه، چه اتفاقی داره توی بدن میفته در رابطه با مسئله دیابت و عوارضی که داره. بچه‌ها ممنونم از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما بهم بگید که یه پارت دومی برای این ویدیو درست کنم. فعلا